هیچیه شغل سراغ دارم، اگه خواستی ناموسن درآمدش خوبه، یعنی راحت میتونی مایی 30-40 میلیون تومن پول در بیاری. گوسفند این چیزا با هم جورن. من رپ میخونم از روحم، چون که همیشه میدونم قولم توی این کار، چون که پست میذارم تو اینستا. دیگه سیگار نمیکشم، همش دستم جوینته. نمیخوام نگات کنم پوکر، اصلا نپرسیدم اسمت چیه، یه چی بهت میگم کنه قفلت. اون که قلیون میکشه، منم اینجا وایستادم حیوون. اصلا نمیفهمم چی میگم، حیرون. جفتمونم بچه تهرون، حالا هی چون میاد توی خیابون اینا رو میخونم من نیاسون، چون که میدونم گرگ بیابون نشدم. همیشه بوده الکلم بغلم، نشستی توی تولیدیت منو دیدی و گرخیدی. میگی کسخله ولی نمیدونی یارو الان مطب نره دکتره. آره باید بخندی، باید بشینیم دورمون ببندیم. اصلا نمیکنم بهت من بی احترامی، چون مثل داش بزرگمی اژدهایی داشت همیشه با